های افشانا که طنز پیداکانی شیرین سخنی طنز شهد افشانی است یا لطیفه تقلید یا تزگیه. مرحبا. روزه کیهان و انسان خدا میکنیم و تو خدا دادم که من ارزو کنی خوابی و شده که اینها تجربه بیاید که من علاقه ارزو کردم تلفنم برد نمیگیرن. یک بار دیگر یک بار روزه کیهان و انسان مراجعت کردن میگوید من به تو قدرت دادم که ارزو کنی خوابی و شادی کنی. انسان میگوید چرا که من علاقه ارزو کردن تلفنم برد نمیگیرد. این اشتهای کیهانی تا این ماراتون رو از ما تا افتاد می رود. استاد جواب میدهد که ما مثل دیگران روزانه نمی رویم، ما شبانه می رویم. خب تمام رو معلمان وقتی سلامهایش رو معلمهایش رو فرستاد سلامهایش رو جمع میکنن بیایید نگوید که یک صورت خودتیرمان بگیریم. بعد صورت میگیرن، بعد از صورت معلمان میگوید که حالا بعد از چند ثانیه رو میبیند و میگوید سلیمه اما زنان سر شده است. شاهنظر رو میبیند و میگوید که دیرکتری فلان مقصد شده است. بعد افندی عزتی میگوید که معلمه رو میگوید خدا رحمتش کنند. تشکر اما لطیفه ها خوشگلی ها شنیدیم و اونه که درباره کیهان لطیفه بود مرتب رفتاران نیستد دیگه ها با جای حضرت خیلی شادمان داداره کم چه تو دبا جو تمیه بیشتر برادر من میتونم اشتم هیچ گمه نمیدونم توضیح میکنم شیرانه خیلی خوبه یعنی یوتیوب رحمه اسمی کنم ایستاده هسته ها؟ دکتر دیگه نه اسمشه؟ این طرف شد خند نبیو حقیق کوزاد ما نظمی؟ درست می؟ چه کار گردگی؟ ها؟ چه؟ نه من جلو توی حیوزم نایه بخشم میده من پرامو ایفر گامیزم من بچه من نایه بخشم در حیوت امران من بخشیده نکن هم میدونم خانی معنی نمیدونم که دانم است خانی ادب خیلی برنامه من اینجا نکنم میگو کمک نکنم خیلی به شخصی گوشکوی بردگی کانکرت که تماشا چی میخنده اینجا باید ما گوش کن گوش کن نگه که تو سوداگر شهری چی باید نماجد تو خودت برامت کنه پول گرفتی که من بام پول گرفتی کی برامت کردی؟ در فروغ سودانه بزرگی من نشان دادم گوش کن پیش از تعطیل تیار کن چی سر کنم؟ پول مول نه تیار کن میزنه میره دیگه خیلی میکنم من باید خودم سنداب میتوانی میکنم خوشم مالا نمیگم که پیش کتاب مشغولش کنیم به مشغولش کنیم ما هیچی دستی نمی ندارم چی من با همه شعر بسته همه شعر در بوی تو دوستان هم تلویزیون هم میگیری اساس کردن در مورد ما گم میزنیم دورندش خیلی دورندش
من فراتر از تمام تعریف ها هستم. سبومی میگه دبوری گم بولی چطور دارد؟ اصول کردنش گم میشن؟ کم موی اصول چرا؟ مالک داره گوجه نداری؟ تلگرام داری؟ نه من اینترنت ندارم چیستان دارم یا من تیم وای اوکی ما بگی چیستان ندونی؟ میدونه هیچ کانال گیر وای چی گیر؟ میگید میدونه و دونات ندونات کی اصول ما خوشت باور میکنم وای گیر دودم مثلا خیلی دوست دودم سلام بود نه تا نه زن نه تا نه من آکه زود ته تلگرام دوری من تیوز کرد دوستم میکنم من ته شما بعد تلگرامش من ده سلام بنویش زدی یا نه هم تو باید من گوش نکردم خیلی زدی هم یا نه یا بود بین در گرفتگی نست نشدهش 20 05 دو نه روژه را بیا اونوز بسته تو گوش کن تو در گرفت یا نه هم باید خانی در گرون نخیه دختای ایون سرودا آره سرودا با هستم بیا گیرم جنابی عالی شمسی به زبانی مردی به نظیری شاهی به مثالی ای جنابی عالی شمسی به زبانی مردی به کلمه زمان ما چه؟ شاهی به مثالی اویشه شد جنابی عالی نیست که معلوم من بسو مکتب میزنیم نه سراز میگرورم نمودا معنی اینا مکتب اسم عربی فجای آموزشی بچه کن دبیستان نه نمیشه بیاری تا خدایت تو یگانه ما بیاری تا خدای راهی هر زمان ما بیاری تا خدای راهی هر زمان ما آقای یگانه تو جای خارج جا بکن چی مونده گرده بیا دولتی یگانه تو جای ما سلام علیکم اینجا محفلی همیشه بهار است محفلی همیشه بهار با اشتراک خلق آزاد تاجیکستان ما وی دلیت کردم من شوخی کردم نمیدونم شوخی کردم یا بچه دیگه گپای من آب داد بعد از که خودتون احترام کنید ما در مورد شوخی کردم از دیگه شوخی از جا خودت کردم مسئله تو پایدار خلق تو بجاست آجی دولت تو همون شعرم رو دلیت کردم
تو آفتاب مرجلا سنجلا دشمنی تو دشمنی پیغمبر و خدا از تو کس جدا شود زیرشتن جدا دشمنی تو دشمنی پیغمبر و خدا بعد شما که کامل ای جنابی عالی شمسی زمانی مردی به نظیری صاحب مثالی ای جنابی عالی شمسی به زمانی مردی به نظیری صاحب مثالی جنابی عالی جنابی عالی ای جنابی عالی Köşüştüm ki Amir bayağı tozlukonu boşaz. Yine bizan. بچه جا بیا Marzmuhali ince biyo. İnce biyo. Hep biyo ince. Akam nafas yok ki mahfil Mehmet Ömer. Ha, sosemo cevap ya. Marzmuhali. Ne fahmdi? Nafas yok ki bakın tanemiz var. O da çiğ ha? O da çisto ha? Farhangapurizi Hemen ne vurum ya? تکی یازدان Tanjung Güzel ha? Rojayoba. Güzel. Ustok. Gustok. Gustok çiğ. Harika. Beadab. Beadab. Beru. Beru. Nasıl notaj durur? Rozan kardeşim. Eh dirane ne güzel. Ustok. Hani yardım. Ustuvona. 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 Ustuvona mesela. Ustuvona. Sütun bu. Roza roza işte. Tamam. Merhamet var. Fakir haftadan. Merhamet. Bu ya trigas ya. Figur. Ne ra? Ami uso tarifka. Uso. Uso aji. Mega ki ya kabar omada sabina gafuri mega şehri bakwa dora. Hayır tahlil karanlığı. Mümkün değil. Ben ne yapıyorum diyor. Değil mi ki? İbu şamra Ben hayır. de ama bu durumda revon kar. Ben şireş ne bileyim. Ne gibi bargar da onun sandı. Ama ki mani do. Bargar kimçi digaro kimçi falan böyle. Ben o şirkete ama ki ne gibi xanda ka. Baya başka bir gafı onunla bir şirkete. Avcada çiston ya çiston ya muamma eziyet ki digaro. Ya çiston ya muamma ki akam kasna yok. Farhangapurigo tayor boşun ismo. Ya o çiston orası dargın cambiyan. Hastala pişmo. Merhamet. درگیر جهان رسمانی اوا Dergir bir cahon resmoni alo. این çiston است. بله Çok merhamet kim edene? Haftaran boşan tiru kalan. Oley kama, oley mebroyku. Daha zor nefar bize gelmiyor. آفتاب Ne yakı badı şovu. Ne? Efir. Ve premo hem efir bad nişana metaba. Ne ami efir yakı. Tas. Bela bak. Ne ve utuba. Ma ami Instagram'da çıkıyor da ya bu efir kam sena vardır ama. Daryo. نه Hop. نه Moro alo. خیلی کسی باشه نه Hadi ekvator. نه Ya bu doktora ka? Okto. Ha bu doktora? درگیر جهان رسمانی اوا دوستان فرق جوابه نه Ya bu doktora ka? Öyle değil kata. کار سنادا Hop silahı. چشم Ne o dikkati doktor bulunmaz. Cahon resmoni alo. بله چشم Şaşın çıkıp da resmoni onanda. Resmoni alam nesko dargir dike. Ondan mı dona Ne? çok. Aslında yok mu? Dergir bir cahon resmoni alo.
این کم درک پیچکه رسمانی علا دادرین چشم میگو میشه نه یکی شاید یکان تناسون داشته باشه و ممکن نتونستستم به طور خودش همون خونده همراه برامون بندون دارد ولی گزیده نمیتونه ماهی ماهی است شما باشد شده شما نیست نمیتوانم میخواهم ولی نمیمونم نه یک نبروشه چند وقت نبرو از سنتبر بسر میکنی چی؟ من همون ما همون کامپیوتر گذاشتم تو اخیران تمام میگه اخی جواب شد میدونی ما خیلی بزرگ نه میگم من اونجا دارم برو معنی مطلب خوب کاری برام اونجا اونجا همون هم باید با همکارم اونجا چقدر دارم دارم نکرد؟ استاد تکایی نکرد همون دمای همونجا بودگی بود همون بچه های مقامات بودن آقا همکارم اونجا ما باید اونجا میدان فوتبال ما بود ما باید اسپورت یک میکنم خانه پر از کیلوی سفید دهان و دندون نه که میچسنی نشی مردان نوار برید دهان و دندون بله یا که نه که بزرگ نگم همونجا یگان میدان چسنیدی نشی مردان نوار برید روز در سفر شب در پشت در اصول افزان یافتم نه ها یفتم کدومش بود پایستان تمام زنکلون زنکلون همیشه چی؟ چی بود ما؟ روز در کوچه شب در پشت در میچی بود آدمو که چیستانی گفته چیستانی که گرد جهان نگردم همه یک گنده فکر کنیم تاکید جهان رسمانی علو همه چیستان فکر کنیم استاد اعلام گذاشته گیر تنشیه هست رسمانی الله این نیفتیم بردارین بخلشکر کوکاکولا و بگن چیه؟ چیه؟ بگن کوکاکولا نیست هستولا من گرده جو غیری منطقی ها؟ اینا هزار تا چیه مادر اول در جلد تو بیمه نگوی دوستم ایتره خیلی برو بخشم ایشی نامعرض ما توی دستگیری کردیم چو کردی تو؟ یا چیستان حلال نمیگی؟ کروی قدوه باعث چی بود؟ چی بود رای تو؟ چی بود؟ در گرد جهان رسمانی الله من ندارم بزرگ چی معنی داره؟ چشم تو چتری و چشم تو سبزو با چه علام میشه؟ همه خیمی سولده فهمیده یا بوزه نگو دیگه اینا همین ابو فهمون چه تنگیزی جهان رسمانی علو چشم چی تو دور عمل نشون اون نده دختر جو بری؟ بیا که نباشه اگه ما چیزی هم با دست به تلفن گفت با تخت افتوران میشیند و صاحبی همین طوفان میشود با یک کلمه یکی به تلفن بیاید فرهنگ افروزو از شما خواهش میکنم از دست یک کلمه است تماما یاردم نکنید شما هر دیرتون بسیار دنیا هستید بچه های دنیا هستید یاردم نکنید چون این با یک کلمه وزیر صاحبی و یک کلمه صاحبی من از جا خیزم تو کسی همی کلمه رو بیام دست بردارد علاقه درست جواب دید تمام اسطوره افسانه دیگه آفرین خرافات افسانه یک هفته بینه که اسطوره به تلفن اسطوره جواب میگن چی با مثلا آدمایی باید اسطوره لیگنده یعنی افسانه میشه همون لیگنده و توش که افسانوی یعنی افسانه کردنی اسطوره نمی چی مشروع زمین میگن
بله شام دوشنبه با مردم عالی کتاب فن ادب شاعر بسیار با کبر و غرور یک کتاب مرا چی مانده به کبرو چی مونده به من صحبت ششم روزه انگورا انگورا مقایسه و اگه خودم تفسیر اشتراک آن میکنم. با درک عمیق و دلیل و میسا یک شعبه دیگر امروز روز کودکان است و شعبه سوید است یعنی کلمه خوراک هم در این شعبه است این تفسیر برای تخت هفتاوان برای شما برای اینکه ما باید سوزو اختری یار بینه تابانه معین کنیم. سلامت باشید سلامت باشید اکوی نصرالله یک اختر از بعد میل از اینکه چیه؟ صحبت کرد من میبینم اگه اخلم گرم نگویم یورا این شعبه یعنی برای به شما خودم میکنه با دقت بیسنگی کودکان بر خود نلرزد نخل باروور بیسنگی کودکان بر خود نلرزد نخل باروور و عنوان که من این خلق ناهموار میترسم چی چی؟ این عنوانه که من زین خلق ناهموار میترسم نه درخت کودکان سنگ بردن چی نمیشه هم بچه اینه میدونم باروور و عنوان که من این خلق ناهموار میترسم مرحمت این میشه اگر طلبید این ای نه نیست برادر از حتما اجاب نکن حالی بایا میگم باید خدمه ما دیگه نمیدید انسان‌های ناسزا چنان می‌لرزند که همان وقتی می‌رود در وقتی که کودکان به آن سنگ می‌زنند زمین ایمان نمی‌لرزد وقتی که نسل میوه‌دار باشد کودکان به او برای میوه‌هایش آسمان سنگ می‌زنند و همان نسل یا که درخت میوه‌دار می‌لرزد توی تبریزی می‌گوید که من زیوما بابا چی دوره دیدم چند تا آمین یدا آمین تی ببرم کجا می‌پاید ولی از اگر کم دوره هزون مگر معنی برام نلرزد نخل باروور و عنوان که من زین خلق ناهموار میترسم استاد رگتی و سنگی که کودک در درختی باروبر میزند میگوید درخت گفته دیگر ببیند من اصلا همان موجودی زمان میترسم یعنی از انسانها میترسم نه از کودکی که به سنگی و درختی باروبر سنگ میزند بسیم نهایا بودیم بس مرحمت کنید بیسنگ کودکان تکون وای چیه شو جویده چی دوانه من نو خانه برسم گفتم مرور کنم می افسوس کنم که نگیرم خوب کردی سو ندادن دانشجو چی دادن راست میگه همین مرزوم پیشتر به هم بریک چو میدارگی هم در دل ما بگم بریک همه جو چنان وضعیت زمان خودش رو یعنی که در شعر خودش تجسم کرده است که چنان وضع هست که من از مردم زمانه علامت و شکل نصرالله کمالزاده من یوسف کمال نصرالله بود از نام نصر مردم چنان عنوان برای من تکلیف خوبی میگن که او خوبی ما ضرر میبینم یکی بدی کودکانی که درخت میکنم من زیان میبینم معنی یعنی نه هزار دنیا عنوان نصرتی سعی نه
با ایران شد اندیشه های شما را در اطراف بیت سعید خواندم و من اعلام میکنم جواب امیر با من آفرین امیر با امیر دیگه کتابوش نگیره ما آفرین این کلمه خدا اشتباه میکنم گفت تفسیر باید با فرهنگ افروزا شما در خدمت تیاره فرهنگ افروزا ما تیاریم بیرون اسکوس خرجیاتون کذب یک باید میگم برای مردم یعنی که از بیرون کسی که میخواد اگره تعبیر کنه خواهد اینم در ترکیبش کلمه کودک است این باید از شوید است نمیدونم نمیچی ها فلک در صدد این حرکه نوسازی تزدین کودک نو شوقی تماشا برخورد میخوانید که شد فلک در صدد معرکه نوسازی تزدین کودک نو شوقی تماشا برخورد برخوست یعنی که شد فلک مرحمت نه این باید رو نفهمید کودکان وقتی که خیلی خوب هستند هیچ وقت از چشمانشان اشک جاری نمی‌شود و اندیشه حیاتی اندیشه برای توضیح هستند کودکان یک دنیای خیلی این دیگه چی گفت تو؟ این همین برخواست دو معنا دارد برخواسته رفتن یعنی که با از دلی و شادی خسته هم دو معنا من فهمیدم شد فلک کیم چی فلک کراچ هم خیلی وقت بیزب شد از دلش کرده که ما شوق تماشا برخواست تناسب بقوا دارم شد فلک در صدد معرکه نوسازی تزدین کودک نو شوقی تماشا برخورد شد اندیشه های خوب گفتید لیکن معنای باید در سبدی در صددی معرکه آزادی ما تقدیم کنیم شد فلک در صدد معرکه نوسازی تزدین کودک نو شوقی تماشا برخورد خدا بگید بیا من گویم یا کی نگوید تو صددی یا سبدی صدد صدد صددی معرکه نوسازی تزدین کودک ما بیا من اندیشه نگویم فرقش تماشا برخورد شد فلک فلک در صدد معرکه نوسازی تزدین کودک نو شوقی تماشا برخورد بیار مامته مامته راجع پاکت پاکت سلام علیکم من یک اندیشه دارم یعنی که فلک ناگوار شد یعنی که فلک شاید که به جنگ و خرخشه دچار شد اما کودکان که پیوسته دل شاد دارند از دلشان مثلا هیچ پروای جنگ و جدال ندارند از دل کودک ما شوق تماشا برخاست یعنی که کودک چنان دل مثلا بی‌غرض دارد که ناواسطه از جنگ و جدال دنیا او همیشه میخواهد شاد باشد به مثل کودکانی که امروز در اینجا هستند و همون یک مقال دیگر در منطقه هست میگن که کودک گفتند که ستون خانه را به من کنده ده و یا ماه را از آسمان به من بیار به همین معنا مرحبت. خدادم اندیشه خوبتان
فلک در صدد معرکه نوسازی تبدیل کودک ما شوقی تماشا برخواست بله من اینجا معلومی برام نظر است که کودک نظری مثبت دارد به همه چیز همین که تصویر کردن می‌خواهد تضاد برای در همین است که گرچند فلک با همه زیستی با همه ناسازی در نظر کودک زیبا است زیبا دید اگر می‌شود حضرت حافظ می‌گوید که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم منم که دیدن نیالودم و بد دیدن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن یعنی کودک با وجود آن که دنیا زشت است با وجود آن که دنیا پر از جنگ و خرکجه و ناسازی است دنیا را سبک تماشای نسبت به دنیا زیاد است ولی به همه چی با نگاهی مثبت نظر می‌افکند. خب به دل اندیشش می‌کنیم شد فلک در صدد معرکه نوسازی تبدیل کودک ما شوقی تماشا برخواست بدین کچی اندیشه داریم با مانند کزود گو این گپ من تکرار کرده رخشن کردیم گو استاد چی میگی آقای گستاد اگر مردگر گم میگو من باید حافظ می‌دارم باید داوی تمام رب نداشتیم با منم دیدن نیالودم و بد دیدن باید شد فلک در صدد معرکه و باید نوسازی نمیگفت فلک در معرکه نوسازی در سبب همه این سبب بود و سبب بود من مثلا چجوری خاطی مثلا یک خمال برین شما سبب نیست سبب دیدی آخه صدد منوش نیت هست مقصد نیت سبب کم نیست فلک در صدد باید بگو لوچی مونه یکرم تمام استاد اگر مردی که من جادی که بود من تبدیل کودک ما حالا- شوقی تماشا کلاس فورمن برخواست داشتم بودم استاد که نداری این کار استاد میگفت که تو فرم داری میکروفون استاد اگر اجازه باشد اندیشه مگو در این بیت صاحب گفتنی است که یک زمان در دل کودکان ما شوق و یک گم شور شد. انسان درست یا تماشا عطار پیدا زمان. کرد که زمانه در حالی گویم که ناآرامی یا که گویم که ناتنجی قرار دارد ولی ناوابسته به آن کودکان میخواهند که شوق و شور خودشان را مثال برای تماشا چی کرده باشند همون گپوی اکاته شما چپا باید چپا کنید استاد اگر اجازه باشد آن اندیشه بیا من گویم من وریانت دیگه شمیگم اما گفته که من میشه آخرش برخواست یعنی که شادی کودکو مرد کنه گپ همینجا بشوخه گا طلاق نقشه دیگر دارد اما نقشه دیگر خود بیا جا وقتی که طلاق اون جنگ دیگر اشتگی یعنی کودک یعنی در اشتگی نرگیرم داموت نیست که آگه آیا او شادمان میگه تبدیل کودک ما شوقی تماشا برخواست چی می‌دارد همین سبده یا صدد نرگیرم سبد نشید من یکی کسول داشتم سبد گفتم استاد از من یه اندیشه دیگر دارم اینجا همون شوق تماشا و برخواستن دو معنا دارد یک یعنی که بله و وریانت گفتگی اولی من است و این وریانت دیگر همین که از دل کودک ما شادی مرد یعنی که او غمگین شد وقتی که فلک ناساز شد بله اختری دوبان کجا حاضر نیا کنید همون شد فلک در صدد معرکه نوسازی حاضر همین فلک در روی دنیا در صدد معرکه نوسازی کجا بشین اما ها در کجا شنم در همجا شنم آلی راستی باید برکت موضوع در دلشان مردگی است برای همین اینا بسته شهر بودن ممکن است حضورش نه تا نه اختر تومان از بین تماشاگران کرده خب موسیقی هست من بشینم اینجا آلی کسی باید امیر باید ما برکت برده یا موسیقی گوش میکنیم
بایت‌ها بسیار بایت‌های بلند بودن، اندیشه هم اندیشه‌های خوب بودن. فقط اکثر اندیشه‌ها از پهلوی آموش باید موسا رفتن. من میشینم اونجا بیسته اونا آدم میباید سنابر من کجا میشینم؟ من موسیقی های در این منظره زیبا همه چیز موسیقی است. اما اگر خاموشی دیدیم صدای همین خانزان تاوران موسیقی است. همین هوای تازه هم موسیقی است. همین منظره زیبا در او برای من کتابخانه می‌بینیم چقدر خوشی می‌کنه. همین هم موسیقی بلند است. اینو کنید بلندتر جناب عالی می‌تونه. این وقت سرود جناب عالی را خواندن است. اینو کنید که مردم بلندی نظریه دارن. اطراف کدام اطراف نگاه کنید موسیقی مربوطی بلند است. من 6 تمام اینجا همینجا شینم ما خب تیاره اوه چقدر جای نه مرحمت وطن عالمی باش و بودی من است تنها جسم و جان وجودی من است وطن عالمی باش و بودی من است تنها جسم و جان وجودی من است وطن گر نباشد مرا مرده وطن گر نباشد مرا مرده درخت قدم به تنو برده درخت قدم به تنو برده سلام علیکم اینجا باقی استاد رودکی شهر دوشنبه وطن عالمی ما شبودی من است تنها جسم و جان وجودی من است مرا موج خطران به عالم بسد زرافشانی با جان برابر بسد درخشان مرا خوشتر از جان بود دل و جان فدای چنین میهن است درخشان مرا خوشتر از جان بود دل و جان فدای رحمت میهن است وطن عالمی باش و بودی من است تن و جسم و جان و وجودی من است وطن عالمی باش و بودی من است تن و جسم و جان و وجودی من است وطن اگر نباشد مرا مرده وطن اگر نباشد مرا مرده درخت قدم به تنو برده درخت قدم به تنو برده درخت قدم به تنو برده تشکر دیگه این قدر توفیقات چی روزهای شیرین سپاس میکنم برای برادر ارجمند و اکنون رازده هفتم رازده انگیزه بود باید به شما تحفیل انگیزه شوق و ذوق انگیزه دیگه
ما دو هفته توبان با مکان دارد بودیم ارمک میکروفون گیرم هفته توبان امیر یک دست پوزا بیرم از این طرف یکی ما شما را بینم هنه بیار پوزا بیتر ما تلفون ما سب کن رامو امیر را پوزا کرد نگرد کلی نکنیم بخار پانوس سفید امروز شعر بچگانه قبول می شود شعر بچگانه که بسیار سمیتا و پیغام باشد همین روز قبول برای اون بودن لیکن اگر خطا کرده کوئی نده اگر باید دو حرفی این روز برسر تمام شد دو حرفی این نسان موجود باز کردیم از بزرگ مرحمت بزرگ کودکی هایم و یاد آید دلم گون میزند یک دمی طفلانه با عمر برابر بودند تنازع در نداری خواست او رو زورت زند هر کس یک خواب بیار آید تو چین داری پسر دارد تو بهشت داشتم در روزگار خویشتن تو بهشت داشتم در روزگار خویشتن بطن مادر آن یکی بود دیگر دامان او خون عینی از برای خلق صرف خامه شد خلق ما را دفتر عینی شهادتنامه شد دوستان عاشقم و عاشق زارم چه کنم چاره سر رفت ولی صبر ندارم چه کنم مرا درد است اندر دل اگر گویم زبان سوزد وگر پنهان کنم در سینه مغزی استخوان سوزد دانه فلفل سیاه بود حال محبوبان سیاه هر دو جان سوزند اما این کجا و آن کجا آه از دست سرکاپان گوهر ناشناس هر زمان هر مهره را با گل برابر میکنم دلبرا گر دلبری دل را دیدم تنها مبر دل را دیدم تن را بدی گر میبری یک جا حالا بعد یعنی باید کنم یه نمال همه برای هر یکم بسیار باید بعد یعنی باید کنم ما این هفت جوهر را یعنی که از طور هفت جوهر را اکنون مضمون شهبایت را آمد بگیم کسی شهبایتی بلند گفت یک جوهر میگوید داون بگیم راستی را نبود حیف زوال به جهان سر اگر خشک شود باز اسامی گردان دادگرا فلک تو را جرعکشی پیاله داد دشمن دوسیاه تو غرقه به خون چو لاله داد دود آهن و فلک شعله برافروخته بود ابر اگر آب نمیرید فلک سوخته بود یک جوهر درون سینه سردم دلی سفاره میگیریم میان خانه بیتودکم گهواره میگیریم دوش در حلقه ما قصه سوی تو بود تا دل شب سخن از سلسله نوی تو بود دلا تا تنه میجوی میرا چرا دوست پرده ما آیا آنان که خواب
تا بر نظر کیمیا کنم آیا بود این گوشه چشم بنا کنم شاید شما همیشه کنید برای چی بایدوی بلند میگویدم من گوهر نمیتیم این بایدو را میدونم من بایدوی را که میدونم بسیار شیدم یکی بلند است باید که نام میگوید مردم بواج بیارود همزا گوهر بگوید دوش بودم هم نفس تنها به یک جانانه ناز میکرد و به زود خیش میزد شانه ای مهایا odamız ve korasi ve alt navar durmadan. این بخانی دوز جان محبوبتر رنگ شیر مادران از استخوان ما نرفت Bakıda. 100,000 سال زیر خاک میماند سفید در غمت دل را بگار و خسته میگوییم ما محل دردیم این سخن نانسته میگوییم ما آن نه زلف است که بر چهره برانداخته تو مرا روز سیاه به سر انداخته عشق در دل شعله صبح سعادت دورم است عاشقی احساس بخشش‌های قسمت دورم است تیغ جلادان کج است و ابروی جانانه کج هر دو خونریزند اما این کجا بود آن کجا Bakıda bakaysa. سراسیمه نشده شما یک گوهر خطایی همیشه که از بایدوی بگید بواج بیارود گوهر خطایی نجل اگر بزرگ یک بایدی جوزی بلند گوهری رخشون رو بگید حرفی دارم عالم ارایت سخن را ایران کنم روبهان مرده را شیران کنم یک گوهر بزرگ Vale, chiquitíe. گوهر Ay, ما amigo. اکنون حرفای اوکینه یک طرف ببینیم یک شعبایی که بلند هر تون میگی اختیار هم Bakıda bulamıyorum. شعبایی که کسی بلند باشد Criqui, faz o boi اینجا rasga. بلوکی ما شما را آزادی دادیم Faz o boi rasga. شعبایی که دنیا تکریم شعبایی که کسی که بلند باشد گوهری رخشان آزادی دادیم Ey, chicho, vai, que tu andes, se va a prosa para la دلم زاهی که تعلیم ایران طاعت نمیخواهد خدا در کارسازی از کسی رشوت نمیخواهد بسیار بلند همین را گوش کنید یک بار یک خانم مصرا با مصرا شرط بیرم زاهی دیلم بیرم زاهی بیرم زاهی که تحصیل ایران حد نمیخواهد چی نمیخواد؟ بیرم زاهی که تحصیل ایران طاعت نمیخواهد خدا در کارسازی از کسی رشوت نمیخواهد خدا در کارسازی از کسی رشوت یعنی پورا نمیخواد بسیار بلند من دیگر شعر نخواهم بیند این سمتی مگر زحمتم می‌دهد وقت سخن شیرین است من بزرگ طرفدار شما که مردمی گفتم سلامه دوستان اونایی که باید شما که من آفریدم میسکنم میدونستم مردم میسکنم اشتام دیگه درسته نزدیک باید شده تعییم آفرید باید کنم بسیار بکنم این اخشان امیر لازم شما در روی امیر تو پای امیر بودید در روی امیر شمید حالا این سفید باید امیر بود برابر
خانم آقا و گل باید خودش بدونه چی است. اینطوری که ندیده محمد